مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی بالخصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله، بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنند.